یه شکنجه‌ای بودش که تهرانی معمولاً بیشتر از بقیه این کارو میکرد. یعنی لااقل من دیدم تهرانی این کار میکرد، بقیه رو من نمیدونم، شاید اونا میکردن. اون که 2 تا کار میکرد که اینا هم تو اسرائیل یاد گرفته بود. یکی این که دست خودش رو به یه شکل خاصی درست میکرد به طور که وسط دست گود میشد، بعد محکم میزد توی گوش، پرده گوش پاره میشد. اولا که وارد اتاق شدم بدون که چشمم رو به اصطلاح باز کنن دیگه، همون با چشمن، این حسینی یه چند تا کشیده خلاصه زد تو گوشمون، واقعا برق از چشمای من پرید. بعدم وایسون دوباره به گونه‌ای که دستش خیلی اره‌ای بود، یه دونه سیلی محکم و آبدار تو صورت ما زد. من یه دور تابیدم، خوردم زمین. بعد همونجا واقعا یه کشیده به صورت من زد که اصلا من گیج شدم، اصلا دیگه چی نفهمیدم. این آدم مثل که معروف بود اصلا به کشیده زدن، نیکزاد. چنون سیلی گذاشت تو گوش من، این گوش من شروع کرد به خونریزی کردن، گوش سمت راست. بعد وقتی که سیلی زدن تو گوش من، بینیم شروع کرد خون اومد، خیلی شدید خون می اومد. چون شدید خون می اومد زود من از اون وضع باز کردن. به خاطر سیلیایی که من خوردم پرده گوشم به قول معروف توریه. کسانی بودن که کارشون از همینجا به بیمارستان‌های بیرون میکشید و مدام از گوش‌هاشون چرک میومد. یعنی همواره دکتر به من تاکید میکنه که به هیچ وجه نذار سرما بخوری. اگر این گوش چرک شدید بکنه، پرده گوش تو چیزی حتی نداره برای سوراخ شدن، خیلی خیلی نازکه و کرت میکنه. خب این دلیل همون است.